سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوست داشتم چند تا نکته مهم برای عزیزانی که موهاشون رو مشک کردن یا تمام دکولوره کردن. اینکه زمانی که موهاتون رو مشک کردید، دکولوره کردید، حتما موهاتون رو با باد ولر مثل شعار خشک کنید. اگر که به حالت خیس و رطوبت موهاتون رو ببندید با زمان طولانی بمونه، باعث پوسیدگی موهاتون میشه. یکی این که زمانی که هم خواستید خشک کنید، بهترین راهش اینه که با باد ولر مثل شعار موهاتون رو خشک کنید. اگر با باد داغ مثل شعار خشک کنید، باعث خشک شدن موهاتون میشه. یه نکته دیگه هم این بود که زمانی که خواستید کیساتون رو ببندید، بهترین راهش اینه که ببافید یا از کلیپس استفاده کنید. زمانی که از کش استفاده میکنید، کش سر، زمانی که مو رو باز میکنید باعث کشیدگی موهاتون میشه و وس شدن موهاتون، کات شدن موهاتون و مفرگی ایجاد میکنه. اگر تونستید این نکته ها رو رعایت کنید تا موهای سالمی داشته باشید.